سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشید. استاد خسته نباشید. من از کردستان تماس میگیرم خدمتتون. آقای محمد هستم، من اهل سنتم استاد. بفرمایید برادر گرامی. خسته نباشید عرض می‌کنم خدمتتون. سلامت باشید. من خطابم به آقای محمد عزیز و بقیه دوستانی که تماس میگیرن. یه نمونه دو هفته بود که هفته قبل که تماس گرفتن یه چیزایی گفتن، من دو سه تاش رو کوتاه جواب میدم، بقیه‌اش رو در اختیار خودتون قرار میدم. اولش گفته بودن که آقای محمد عزیز میگفتن که ما شیعه نهج البلاغه. آقای محمد عزیز و بقیه شما قرآن ما چه کسی و نقصی داره که شما به نهج البلاغه دل بستید که 400 سال بعد از حضرت علی نوشته شده؟ این یک. درست. دو، 300,000 انسان در سوریه کشته شدن. حالا من میگم بیشتر از 300,000، میگم 290,000 نفر از روی حق کشته شدن، حداقل 3,000 نفر کشته شدن از روی ناحق. چرا وقتی که این آقای باقر نمر بود که کشته شدن، صدای همتون بلند شد برای کشته های عراق، کشته های سوریه، یک نفر صداتون بلند شد؟ این آیا کتمان نیست؟ فردا در برابر خداوند منم چیزی میخواد جواب بدی آقای محمد عزیز. نکته دیگه هم که خیلی مثلا در مورد امام حسین میگن امام حسین گفته اگه دین نداری لااقل آزاده باشی. آقای محمد عزیز به من جواب بدید، شما که دین دارید حتما باید آزاده هم باشه، آزادگی شما کجاست؟ ما میخوام ببینیم. درست. یه نمونه دیگه بخواستم بگم آقای محمد عزیز که در یه تشریف دارن، خیلی وقتا مثلا الان اینترنت و کتاب و مثلا در تمام دوربر ایران خبر داره، یه سری به بلوچستان بزنید، یه سری به بلوچستان، به کردستان، به ایلام، به کرمان، به اینا سر بزنید. آقای محمد عزیز ببینید 37 سال انقلاب و حکومت شما که به دستتون افتاده، ببینید چی بلایی به سر مردم آورده. 1200-300 سال در سر سنت بوده دوروبر، اینطوری نشده که شما کردی. یعنی 37 سال از قوم تاتار و مغول و از همه اونها روی همه رو سفید کردی. نمیگم مثلا شما و بقیه در برابر خداوند فردا قیامت اگر از همه ما سوالی بپرسن چی رو میگن؟ یه جمله‌اش رو میگن، مثلا میگن آقای واعظ طبسی چند هفته قبل صدای آمریکا بررسی کردن، میگفتن با سران دول خارجی دیدار میکنن، میلیارد پول دارن. این آقای طبسی قرار دادن اونجا. درست. یه نمونه که اون موقع در مجلس تحقیق و تفحص کردن، مثلا پسر ایشون از باباش 150 میلیارد پول گرفته بود، فقط یک کلمه در کشورهای آسیای خلیج فارس برنامه‌ای ریخته بود، بعد به باباش 180 میلیارد من پول پس داده بود. یعنی همچین سوری کردن فقط 30 میلیون اضافه دادن، 30 میلیارد اضافه دادن. و اگر امکان داشت مثلا برنامه‌ای که قبل صفحه آخر رو بررسی بکنید در مورد آقای واعظ طبسی، خیلی از اینا مثلا یه نمونه همینا آقای جنتی که امروز بادش کردن، یه شمشیر هم دست کردن، 3000 نیروی اصلاحات که از خودشون اینا آقای انصاری از مثلا خیلی نیستن، 3000 نفر مثلا 3 نفر رو تایید کرده و 2970 نفر رو رد کرده یا از خودشونه. یعنی با هم مثلا در مورد هم دیگه همچین نظری دارم، حتی خودشون رو تو حکومت داری مثلا قاطی نمی کنن دیگه. مثلا برای ما چی داشت باید؟ دو تا نکته مونده بود در مورد چیزایی که می‌خواستم بگم. که آقای محمد میگفتن که ما نماز رو به این دلیل 3 رکعت جد وقت میخونیم چون وقت نداریم. آقای انصاری من نمیتونم خدایی رو قبول کنم که 1400 سال قبل به فکر من بنده امروز نبود که من امروز وقت ندارم نماز رو به جای 5 وقت مثلا بکنیم 3 وقت. اگه یه 200 سال دیگه هم ادامه داشته باشه باید همه رو بکنن یه وقت و روزی ماه رمضان هم بکنن 1-2 روز. و اون موقع العیاذ بالله خداوند نمیدونسته که مردم مثلا 1400 سال بعد وقت ندارن که نماز بخونن، 5 وعده رو به 3 وعده تبدیل میکنن.
درست. این نکته دیگه هم بود که میگفتم مثلا شما از هر کسی دارید مثلا کلیپی پخش میکنید، این آقایون مثلا آقای محمد عزیز میگن که مثلا ما این رو قبول نداریم، مثلا ایشون نمیدونم چیه. شما یه لیستی تهیه بکنید، اینا رو به شبکه ها بدید، این مثلا که هر کس قبول دارید مثلا بگید که آقا از اینا اگه هستی نقل بکنید قبوله. مثلا یه نمونهش بود آقای هاشمی از کلمه اینا میگفتن ما نسل بلاغه رو قبول داریم. یکی از کلام‌های نسل بلاغه در مورد زنان رو خوندن، قرآن شبکه ولایت تصمیم گفتن نه کاغذپاره پیش نیست. برای حج که مثلا شما دست می‌برید میگن که این قبول است این قبول نیست. یه لیستی تهیه بکنن بگن آقا ما این افراد رو قبول داریم اینا رو قبول نداریم. وقت فکر نکنم همچین لیستی براشون هم تهیه بشه. درسته. نکته آخرین که می‌خواستم بگم خدمتتون، اگه امکان داره آقای انصاری یه فرصتی آقای سجودی بدید که یه برنامه‌ای داشته باشن، اگه امکان داره من به عنوان یه پیشنهاد میگم، چون آقای سجودی یه جورایی تو دل مردم جا گرفتن، شما همچین شخصیتی هستید، اگه امکان داره من فقط اینو به عنوان من این بشارت رو به شما بدم که ایشون برنامه‌ای رو در حالت تهیه دارن برای شبکه وصال حق که انشالله سر وقتش پخش میشه. من دستم نمیرسه، اگه دستم میرسید حتما صورت ماهاتون رو میدید. سلامت باشید، الله مصرفتون کنه. و یه بغل گل بهتون میدادم آقای انصاری. امیدوارم که شما از شهدای آخر زمان باشید و با پیامبر و اصحابش نصیب باشید. آمین. و شما هم چنین. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. تشکر از شما برادر.